برادر عزیز، اون امری که میکند تو گردن تاب میدی، اون امری که پدر بالای تو میکند تو قوقات جانب او حواله میکنی، همون امر پدر امر خداست. برادر عزیز، یا صدا میزند گوشهات در حالت کرین اندازی گویا نشنیدی؟ همون صدای همون همچنان است که الله سر امر دارد. میکن تو طواف آسک پای پدر، با امر خدا برابر است امر پدر. خوشنودی حق است، رضای پدر است. الان پدرت تو خوشنود میکنی، همون پدرت تو از خودت راضی میکنی، همچون تصور کن که الله میگه من از تو خوشنود شدم، من از تو راضی شدم. برادر عزیز خوب توجه کن. عادی میگویم خداوند در سوره مبارکه نساء برادر عزیز آیت 69 او میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک الرفیقا. برادر عزیز، اگر تو پدرت از تو راضی باشد، اگر مادرت از تو خوشنود باشد، پروردگار میگوید این معنای او را دارد که تو اطاعت خدا کردی، تو اطاعت رسول کردی. تو وقتی اطاعت خدا و رسول کردی یعنی پدر و مادرت از خودت خوشنود کردی، راضی گردانیدی. الله چی گفت؟ من روز قیامت تو بر این فرزنده مع النبیین، مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، روز قیامت تو همراه محمد صلی الله علیه و سلم هستی. خداوند وعده دارد تو همراه محمد، همراه ابراهیم، همراه اسحاق، همراه موسی، همراه زکریا، چند عدد پیغمبری دارم در حلقه اونها تو را جای میکنم. وقتی تو اگر پدر و مادرت احترام کنی، خدا میگه حلقه پیغمبرها را میپسامد، حلقه شهدا، اون شهیدهایی که در راه خدا کشته شدند، حلقه راستگوی ها که در دنیا یک بار دروغ نگفتند، حلقه آدمای صالحی که یک وجب راهی نادرست قدم نزدن. خدا میگه این 4 حلقه دا من تو را برده جای میکنم. وقتی تو اگر احترامی پدر و مادرت به جای بیاری، میفهمی؟ تاجیکی میگویم، عادی میگویم، ساده میگویم، به خاطر که امروز در خانه برادر عزیز چند سوال هایی که میکشاییم همه نارضایی پدر و مادر از فرزند است. چه سخنهایی در اونجا هست، بعضی هاش حتی بیان کردن که دادر من هم چگونه که خودم امروز مورد به احترامی در پیش فرزندهای خود قرار دارم، دادرم همچنان در خانهش قدر نداشت، قیمت نداشت. وقتی این دادر من از دنیا گذشت، همون فرزندهای بی‌وفاش در خانه گفتن خیراقوم رفتن صورت او را در قالین دادن و بلند گذاشتن، دیگرها فهمند که گویا که این پدر حرمت کرد. دادر عزیز، یک سومی که انسان در حال حیاتش میدهد اون بهتر است از 1000 سومی که از پس او تو خیر میکنی. او یک خدمتی که تو در حال حیاتی میکنی اون بهتر و خوبتر است همه خانات اگر پر از صورت قالین دار کنی. چه فایده دارد؟ چه حاجت است؟ در خیراقوم سناتور شفا است. آقای قالین تو با کی در کار؟ در سناتور شفا استراحت برداشت. الا خدمت، این از خدمت. این صورت کشیدن و بعد سری او ریا کردن، اینا دادر عزیز به فایده جان شما نیست. اگرچند که امروز طبیعت آدمی همین قبول کردن، ما همه خدمت ما بعد مردن میکنیم. چی در کار؟
و میلش بکن، ما بعد مردنش هم جانب داریم. تو طلب مغفرت کن در حقش، نماز خوان، خیر احسان کن، لیکن اکثریت این خدمت ها را در حال حیاتیش بکن، در حال حیاتیش این خدمت ها را به جا بیار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صعد علی المنبر و قال آمین آمین آمین. بالای منبر برآمدند، چگونه منبرهایی که ما میبراییم، و 3 بار حبیب خدا آمین گفته برآمدند، 3 بار. قال اتانی جبرائیل و قال من ادرک احد ابوی فمات فدخل النار فابعده الله فقل آمین فقلت آمین. حبیب خدا گفتند میدانین همون آمینه که من در منبر گفتم. بهر چی گفتم؟ زمانی که من قدم در منبر میزدم جبرائیل آمده بود و برای من گفت هر نفری که در دنیا پدر و مادر دریاب میکند یا یکی از این دریاب میکند، باز این فرزند دوزخ میرود، خدای مهربان، جبرائیل دعا کردم، خدای مهربان از این گونه فرزند رحمت کنده کن، رحمت دور گردان. حبیب خدا میگوید امرم کرد جبرائیل فقل آمین، بگو آمین، بگو دعای مدد. فقلت آمین، گفتم آمین. خدا همون فرزنده که در دنیا پدر و مادر را دریافت کرد و به قدر و قیمتی اونها نرسید، محبتی که اون پدر و مادر نسبت این داشت. ببینید پدر و مادر چی 1 ساله باشی چی 50 ساله باشی، به نام خدا محبتش کنده نمیشود از تو، تا مردن تا دوستت میدارد. اگرچه امروز ما محبتی پدر و مادر را عوض کردیم با محبتی زن و فرزند ها ما. حالا جبرائیل گفتن خدا این گونه فرزند از رحمتش دور گرداند، بگو آمین. پیغمبر من آمین گفتن. جوانای عزیز، حبیب خدا میگوید من بر والدی طوبی له زاد الله فی عمری. هر کسی که پدر و مادر حرمت میکند، پدر و مادرش میبیند وقتش خوش میشود، یا پدر و مادر میبیند از جای خود میخیزد و در بهترین مکان پدر و مادر میشیناند، حبیب خدا گفت طوبی له، خوش به حالت. ببین خوش به حالت گفت، زاد الله فی عمری. حبیب خدا در حق تو دعا کرد، گفت خدایا عمر این گونه فرزند دراز کن، خدایا عمر این گونه فرزند دراز کن. پیغمبر دعا داد، اگر خواهی دعای پیغمبر پدر و مادر تا احترام کن. به نام پروردگار سخن پیغمبری بود، سخن الله حق است، خدا عمر تا دراز کن. بایزید بسطامی رحمت الله علیه، نام ایشان انسان باید پای به طهارت گیرد. چه تاریخی در حیات خودش گذرانیده. من با باوری کامل میگویم که مثل بایزید خدمتی که بایزید کردن. الحال من قصهش گویم و بعد به جوانای امروزه خدمت بایزید بر جوانهای امروزه که مسلمانهای ما مقایسه کنید که بود مادرم در بستری خواب، دلش بیدار نام ذکر وهاب، و بالای سری آن ام نائیم به دستم کوزه پرآب قائم. مبادا که به وهمی که مبادا آب گوید، مرا در دادن آبش بجوید. تمام شب کردم انتظارش، 2 دستم خسته شد دل بیقرارش.
و وقتی صبح گشت از خواب بیدار که بودی تشنه لب آن آب تیار، بنوشید آب و گفت ای نیک فرزند، نیاسایی چرا تو ای جگربند؟ شبی تار و دراز و کوزه بر دست، چرا ننشسته ای شیدای سرمست؟ که از ترسی همان که آب گویی، شوم غافل مرا هر سو بجویی. ز تأخیرت ملال آید به خاطر، ز آزارت به جانم میرسد تیر. از آن دلیابی مادر سحرگاه، گشاده شد دری اسرار الله. میسر شد مراد دل محالت، شدم مستغرق فیضان رحمت. حضرت بایزید میگوید شب مادرم آب گفت، بچم آب بیار، کوزه در آب آوردم. مادرم که افگار بود و پیرانسال بود، تا رسیدم که مادرم خواب بود. مادرم که تشنه بود خواهش آب داشت، از نزد سری او من بیرون نشدم. با دستهای خودم هم داشتم و در جام حتی ننشستم. دادر عزیز، معامله بایزید با مادر، بایزیدم بنده خدا بود. همین رنگ شما کله داشت، چشم داشت، پا داشت، از جنس شما بود. او ملائکه نبود. بالای سر مادر ایستاد، منتظر شدم. ببین چی مقدار منتظر شد. اگه تصور کنید اگر ساعت 10 شب خواب کرده باشد، اگر 5 او زنهای مسلمان بودن، 5 اگر بیدار شده باشد، 7 ساعت باید در دست کوزه و در بالای سر مادر راست ایستاده است. و وقتی صبح گشت از خواب بیدار، همان خواب غلطیدگی بامداد حضرت صبح دمیدند میگه که بیدار. زمان بود آب دراز کردم، آب خورد و مادر که غمخواره، مادر که دلسوزه، مادر که گویم که خیلی و خیلی نسبت فرزند اینقدر دلسوزی دارد که دیگر وی حد و کنار ندارد. شیر مادر که از تراویش های خونی جیگر است. دادر عزیز، شیر مادر که از تراویش های خونی جیگر است. زین سبب هم مادران را سوزش دل دیگر است. آهن و پولاد می سوزد زی سوز مادری، که دلی سوزان او چون کره آهنگر است. بسیار دل سوز است. فرزندش که راستا دید و چی گفت؟ شبی تار و دراز و کوزه بر دست، چرا ننشسته ای ای شیدای سرمست؟ آی شبی دراز ننشستی، بالای سر مادر دراز استادی. حضرت بیان کردم ز ترس آن مبادا آب گویی، شوم غافل مرا هر سو بجویی. ترسیدم که یکی آب گویی و من نباشم، یکی آب گویی و من نشنوم. ز تأخیرت ملال آید به خاطر، ز تأخیرم ملال آید به خاطر، ز آزارت به جانم میرسد تیر. و کمتر تأخیر کنم ملالی در وجود تو پیدا می شود. ببینید عقیده را ببینید، اگر آزار بیابی همچنان از که بایزید هلاک شد. و این خاطر من بالای سر تو گرفتم. دادر عزیز، امروز باور کنید جوانای عزیز، کدام ما و تو، من باوری دارم 5 دقیقه در بالای سرش حالت نشسته در نمی نشینی. اکثر پدر و مادرها بچه ها در حالتهای بی‌پروایی هستند که از دنیا میگذرند، در حالت مرگ هاشون نیستند. ولی کجا حالتی بیمارداری؟ انا جوان مرد، بایزید جوان مرد میگوید ای چرخ بس لیل و نهار آوردی. ابو سعید ابوالخیر میگفت ای چرخ
بس لیل و نهار آوردی، گاه فصل بهار و گاه خزان آوردی. مردان جهان را همه بردی به زمین، نامردان را بر روی کار آوردی. اما نامرد شده، آی مردهای خدا را همه را زیر زمین بردی. امروز این بنده هایی که میبینی که 7-8 آیت قرآن برای سفارش اطاعت پدر و مادر است پروانه دارن. آخه تو نامرد نیستی؟ قصه بایزید برای تمام مسلمان های روی عالم باید درس باشد. دادری عزیز، همیشه از حال پدر و مادر خبر بگیر، پدر و مادر تا خبرگیری کن، همیشه رضاگیشان را طلب کن. خدا خواهد رضای پدر و مادر که رضای خود باشد. ناخوشنودی اونها که ناخوشنودی خدا و رسول باشد. خود که خلاصه دارم.